سلام دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من آقای اکس هستم و اینجا کانال آبادسازی افغانستان هست. امروز در این ویدیو میخوایم خیلی ساده و روشن بگیم که افغانستان چگونه میتونه به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل بشه. شاید بگیم که ناممکن است، اما باور کنید که هیچ کاری غیر ممکن نیست و شدنیه. فقط باید بدونیم که از کجا شروع کنیم. قدم اول، صلح و اتحاد. هیچ کشوری بدون آرامش و اتحاد پیشرفت نکرده است. افغانستان نیاز داره همه اقوام، زبانها، مذهب و مناطق کنار هم باشند، نه در برابر یکدیگر. وقتی مردم به جای دشمنی با هم همکاری کنن، پایه هر پیشرفتی ساخته میشه. قدم دوم، آموزش. آموزش سوخت موتوری آینده است. هر بچه‌ای که مدرسه بره، هر دختری که حق یادگیری داشته باشه، یک چراغ برای آینده افغانستان روشن میشه. مدارس، دانشگاه‌ها، آموزش فنی و حتی آموزش آنلاین اینا کشور رو میسازن. قدم سوم، اقتصاد و کارآفرین. به جای جنگ باید پول بسازیم. افغانستان پر از منابع طبیعی، زمین‌های حاصلخیز، انرژی آفتابی و جوان‌های باهوشه. اگر دولت و مردم به کارآفرینی، صنعت، کشاورزی و صادرات فکر کنن، کشور رو میسازن. قدم چهارم، قانون برای همه. بدون عدالت هیچ چیز دوام نمیاره. قانون باید برای همه یکی باشه، فقیر و ثروتمند، مرد و زن، پشتون و هزاره و غیره. وقتی مردم بدونن که حقشون گرفته نمیشه، خودشون هم قانونمند میشن. قدم پنجم، ارتباط با جهان. همگی ما شما میدانیم که کشورهای پیشرفته تنها نیستن، اونا با دنیا وصل هستند. افغانستان هم باید با کشورها، مخصوصا کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی، روابط سالمی و سازنده‌ای داشته باشه. نه باج بدیم نه باج بگیریم، فقط با احترام همکاری کنیم. و در آخر، جنبندی و امید. دوستان گرامی، هیچ چیز یک شبه تغییر نمیکنه، اما هر حرکت کوچیک یک قدم به سمت آینده است. افغانستان هم میتونه آباد بشه، فقط باید بخوایم و یاد بگیریم و بسازیم با هم. اگر تو هم به این مسیر باور داری، لطفاً این ویدیو را لایک کن، نظر بده و اگر خواستی با ما اشتراک شو و در قسمت‌های بعدی رو با هم پیش بریم. پس تا به قسمتی بعدی شما رو به الله یکتا میسپارم.